هدایتی تیم المپیک کشور را هم به دوش دارد. از همین خاطر فکر میکنم این دسته برای او بیگانه نیست و باید یک نتیجه خوب هم به دست آورند دسته المپیک کشورمون در مقابل تیم المپیک نپال. امروز بازیگران ما با لباس‌های سرخ نمایی میکنند و دسته نپال با لباس‌های اصلا کبود یا بنفش است. بنفش رنگ وارد رقابت میشوند. هیئت این دست بازیگران به غیر از یک فوتبال این هم همین خودی نپال هستند. نپال چگونه و در مقابل دسته المپیک کشورمون 24 که در یک گروه دسته نپال است. اونجا البته حریفان دسته نپال خیلی قوی هم به دست نآمد برای تیم المپیک کشور. اکنون هدف اساسی من فکر می‌کنم وقت به جام آسیا خواهد بود. همون بازی انتخابی هم برای دسته المپیک کشوری ما خیلی دشوار افتاد. سه دسته در گروه بودند. اونجا کره شمالی در لحظه آخرین از ادامه مسابقه دست کشید و بازی اول با لاوس بود. خیلی خوب پشی تو بچه های سودیاره جاشان همه مانی خوبه. خب ضربه جریمه‌ای این مرتبه دوم است برای بیا توجه میکنیم با ادامه حمله بازیگران نپال. پرتاب با کناری میدان آرون تاپا مبارزه برد بازیگر رقم 17 دسته ما ولی موفق. امکاناتی بسیار خوب برای بازیگران ما. از این گونه اشتباه حریف حتما باید استفاده کرد. حمدانی کمالوف بود بازیگر دسته گلگوهری ایران است. حمدانی کمالوف اندک منتظر میشویم و بیاید بعدا خلاصه میکنیم که تو با پای بازیگری ما رسید یا با پای بازیگری تیم نپال. از پای بازیگری دست یک ارسال نوبتی و برخوردی بازیگری ما با دروازه‌بان. حالت هر دو خوب است. کمالوف مبارزه در مرکز میدان مهربان کریمов فوتبالبازان دسته نپال حالا حمله خود را انجام میدهند. اینجا یک حرکتی رستم کمالوف بود که حمله دسته نپال را تا یک اندازه برطرف کرد. اینجا به نظرم کارت زرد باید نشون کرد. دوبار برای از پیراهن فوتبالبازی ما داشتن محافظتگری تیم نپال رام تاپا. ابوبکر سلیمانов بود فوتبالبازی دسته وحش در روی خط وسیع بود. انصار حبیبов از تیم ارسنال روسیه ادامه حمله بازیگران ما. کمالوف بسیار یک گزارش خوب پاس انجام می‌شود. ضربه را منتظریم و گل. محمد علی عزیزبایف حساب را می‌کشاید در دقیقه 39 رقابت و بسیار خوب هم هنرنمایی کرد حمدانی کمالوف. یک گزارش بسیار خوبی او بود و پاس را برای فوتبالبازانی که در نزد دروازه قرار داشتند تامین کرد و عزیزبایف با یک حرکت دروازه نپال را رخ نکنه. خب کمالوف بسیار خوب بازی کرد در همین حالت. گزارش او و پرتابی بسیار خوبش یک بازیگر نپال هم از پای افتید و اینجا امکانیت پیدا شد برای محمد علی عزیزبایف و او توپ را گرفت و با پای چپ ضربه زد و حساب بازی شده شد. ببینید چگونه اشتباه کرد.